سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. اگر که به تازگی وارد ربات همستر شده باشید حتما دیدید که توی بخش ایردراپ یه آپدیت جدید اضافه شده. توی آپدیت جدید علاوه بر اون قسمت اتصال به کیف پول یه قسمت پوینت هم اضافه شده که توی این قسمت میتونید یه سری از شرایط توزیع توکن همستر رو ببینید. ولی بچه‌ها به این نکته توجه کنید که به احتمال زیاد این شرط‌ها همه شروط لازم برای همستر نیستن و حالا شاید در ادامه یه سری شرط‌های دیگه هم اضافه بشه. اما فعلا مواردی که اضافه شده اول از همه پرافیته که اینجا مشخص نکرده که میزان پرافیت باید به چه مقدار باشه، اما میدونیم که یکی از شرایط دریافت توکن همستره. مورد دوم تسک‌ها هستن که بیشتر منظورش دیدن ویدیوهای یوتیوبشونه که توی اچیومنت ها هم یکی از موارد مهم بود. مورد دوم فرند یا زیر مجموعه که خب شاید این شرط برای همه آسون نباشه. و مورد بعد هم خود اچیومنت ها که قبلا دربارش صحبت کردیم که همونطور که قبلا بهتون گفتم سعی کنید که بخش‌های مختلف اچیومنت رو برای خودتون تکمیل کنید و ایردراپ همستر استراتژیش اینه که تمام بخش‌ها براش مهمه و باید توی بخش‌های مختلف فعال باشید که بتونید توکن بیشتری رو دریافت کنید. مورد بعدی جوین شدن به کانال تلگرامشونه که خب دوباره این رو هم توی اچیومنت ها داشتیم. پس اگر که هنوز عضو کانال تلگرامشون نشدید هرچه سریعتر این کار رو انجام بدید. برای این کارم فقط کافیه که بیاید توی بخش تسک ها و به کانال تلگرامشون جوین بشید. و اما مورد آخر کلیدها هستن. بچه کلیدها خیلی مهمن و به احتمال زیاد یکی از شرایط آزادسازی توکن داشتن کلیده که شما باید کلید بدید تا بتونید توکنتون رو آزاد کنید و بعدن اگه خواستید برید بفروشیدش. پس تا میتونید کلیدهاتون رو افزایش بدید هم با مینی گیمایی که هر شب میاد که توی کانال آپارت براتون هر شب میذارم روش حلشو و همچنین با بازی‌های مختلفی که به تازگی هم اضافه کرده که البته راحت ترینش همون بازی دوچرخه سواریه که ترفندش هم قبلا براتون ساختم که خیلی راحت نهایتا توی 20 دقیقه 4 تا کلیدتون رو بگیرید. برای بازی جدید فعلا ترفند خاصی پیدا نکردم که خیلی سریعتر بتونید کلیدا رو بگیرید. هر زمان که چیزی بفهمم حتما بهتون میگم بچه‌ها. بازم هر سوال مشکلی داشتید توی کامنت ازم بپرسید. با لایک کامنتاتونم بهم انرژی بدید که این روزا خیلی به انرژیتون نیاز دارم. دمتون گرم. ویدیو بعدی میبینمتون. فعلا